سلام به همه شما دوستای گل. اگه علاقه‌مند به شنیدن داستان‌های واقعی و جذاب هستین، حتما این کانال سابسکرایب کنین و دکمه زنگولارم روشن کنین تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشین. خب بریم سراغ داستان. اسم من سعیده و 26 سال سن دارم و در تهران زندگی مونم. در اینجا عاشق یک دختری شدم که اسم شقایق هسته. بالاخره ما و شقایق تصمیم گرفتیم که با هم دیگه این آشنایی رو جدی کنیم و خانواده ها رو پایش رو در میون بیاریم. بعد از دیدن خانواده‌شی فهمیدم که خیلی اونا پولدارتر و وضع مالیش از ما بهتره. یه جورایی دلسرد شدم از ادامه این رابطه. ولی بازم وقتی که به عشقی که به شقایق داشتم فکر کردم و حرفایی که شقایق میزدم و گفت که اصلا برایش مهم نیست پول و این چیزا، باز هم این رابطه رو ادامه دادم. خب بالاخره تصمیم گرفتیم که با شقایق بریم در طرف طلا فروشی برای خرید و این چیزا. همونجی پشت ویترین وایستاده بودیم. به شقایق گفتم میشه سرویس ارزونتر انتخاب کنی؟ البته این حرف را خیلی با شرمندگی به شقایق گفتم و واقعا خیلی خجالت کشیدم. به خاطر خرج عروسی و این چیزا خیلی زیر قرض رفتم. شقایق در طرف من نگاه کرد و تا خواست چیزی بگه یک دفعه صدای مادرزن معزوور اومد. دمن گفت تویی که پول نداشتی طلا بخری غلط کردی اومدی زن گرفتی. مادر خودتو زن داداشت و سر و گردن چی پر از طلاه. باز در دختر از من که رسیدی ندارم تو شروع موشه. در مادرزن خو گفتم ما برای جایزیه و این چیزا خیلی پول مصرف کردم. واقعا دیگه الان توانش رو ندارم. مامان ما و زنداداش ما هم این طلاها رو سال به سال کم کم ده خودخو خریدن. ما هم در شما قول میدم که تا چند سال دیگه بهترین چیزا رو برای شقایق فراهم کنم. شقایق که دید ما اینجا تحت فشار قرار گرفتم به مامان خو گفت مامان میدونی که ما علاقه زیادی به طلا ملا و این چیزا ندارم. پس ولش کو دیگه. حالا بعداً میخریم دیگه. مامانشی گفت ای دختر ساده. همجوری ساده ای که همه سوار تو میشن. برو هر کاری که دلتون میخواد بکن. فردا که سر تو دست سنگ خورد باز نیادم بویی که مامان تو چرا مرا اون موقع نگفتی؟ شقایق گفت هیچکس به خاطر چند گرم طلای بیشتر سرش دست سنگ نخورده. ما هم در دل خوب به خاطر داشتن این رقم همسر با درک و شعور افتخار میکردم. شقایق هم یه سرویس طلای نازک و ظریف را گرفت انتخاب کرد. ولی ما واقعا در دل خوب به خاطر نخریدن سرویسی که او دلش واقعا میخواست خیلی احساس شرمندگی میکردم. خب طلاها هم خریدیم و همراه مادرزن خو شقایق برگشتیم خانه. ای که مادرزن ما چقدر من سرکوف زد و مرا کوچیکت بماند و دخالتایشی هم روز به روز در زندگی از ما بیشتر میشد. تقریبا 1 سالی مو شد که ما نامزد بودیم. در این مدت نصف دعواهایی که کردیم زیر سر مادرزن ما بود. در این روزای آخرم که با هم دیگه خرید کرده بودیم دخالت‌ها و سرزنشایشی خیلی بیشتر شده بود. هر وقتی هم که یه چیزی می‌خرید او رو میومد 1000 تا منت میداد که این وسیله رو ما فلان قیمت خریدیم و از این حرفا. ما هم همه این مسائل رو به خاطر شقایق همه رو تحمل می‌کردیم. ولی دیگه کم کم داشت صبرم لبریز میشد. در اصرار شقایق همون شب رفتم خانه مادرزن خوینا. ولی که کاشکی که رفتم. روی مبل نشسته بودم که شقایق گفت سعید چای میخوری؟ مادرزن معزوور گفت ای دختر ساده تو خبر نداری؟ معلومه که میخوره. در خانه از اونا شاید یک چایم پیدا نشه. مامانشی بازم گفت راستی سعید جان برای شقایق یک دستگاه قهوه سازم گذاشتم. شاید تا حالی ندیده باشی ولی از این به بعد به خاطر از ما میتونی ببینی و استفاده کنی. از جای خوب بلند شدم و در طرف شقایق گفتم ما که دایت گفته بودم نیام بهتره. وقتی که میدانی مامان تو قد از من خوب نیه چرا مرا توی همچین شرایطی گذاشتی؟ شقایق در چشمای من نگاه کرد و یک دفعه دیدم که چشمایش پر از اشک شد. میخواستم برم طرف شقایق که یک دفعه شقایق در طرف مامان خو گفت 1000 بار بهت گفتم دست از این اخلاقای بد خوب بردار. یکم اخلاق رو درست کن. یکم خوب رفتار کن. خود من از اول وضعیت مالی سعید خبر داشتم و همینجوری قبولش کردم. این موضوع هم به هیچ کسی ربطی نداره. از بس که خودخورو میگیری هیچ کس دیگه قد از ما رفت آمدم نمونه. مامان چی گفت؟ ای دختر ساده ای پسر اصلا لیاقت از تو نداره. سر تا پایشی یک قرونم نمیارزه. باز تو دل خوش کردی میخوای زنش بشی؟ تو خواستگار دکتر و مهندس داری. نمیدانم چرا چسبیدی دایی. ما خودم برای تو یک عالم جهیزیه خریدم. میدانی بابای تو چقدر برای او جهیزیه پول داده؟ کل طایفه‌ایش هم که با هم دیگه جمع بشن نمیتونن پول جهیزیه از تو جور کنن. ده عقل بیا دختر تو باید بری خارج.
شقایق تا خواست جواب شیره بده، مادرزن آمد جلو و گفت این همه جهیزیه و وسایل در دختر خریدم. شما مثلا چیکار کردین؟ یه جشن عقد که لیاقت دختر باشه نتونستی برایش بگیری. تمام هزینه هایش رو بابای خود چی داده. الانم که یک طلا نتونستی بخری. چطوره که فردا پس فردام که رفتین در خانه خود زیر یک سقف خرج خوردنی و خوراک و پوشاک شما رو ما بدم. در طرف شقایق که داشت با خجالت دم نگاه میکرد چشم دوختم. با اینکه خیلی ناراحت شده بودم بازم یه لبخند طرف شقایق زدم و از خانه بیرون شدم. شقایق هرچی از پشت صدا کرد اصلا توجه نکردم. دیگه واقعا تا این حد بی احترامی را نمیتونستم تحمل کنم. در دل خودم گفتم شاید واقعا این وصلت اشتباه بوده. اصلا عشق برای زندگی کافی نیسته. یک چند ساعتی همینطوری توی فکر بودم. آخرش با خود از این نتیجه رسیدم که اینجوری نموشه. ما باید یه شغل خوب در خود پیدا کنم. اینجوری دیگه شقایقم پیش خانواده سربلند موشه. با خود گفتم نمیذارم که اون مادرزن من شکست از من ببینه. از فردایشی در به در دنبال یک کار خوب بودم. فقط برای که بتونم یک درآمد بیشتری پیدا کنم. شقایق بیچارم همش به خاطر رفتارا و حرفای مادر خو از من عذرخواهی میکرد. ولی ما خیلی دلم شکسته بود و با خود گفتم تا وقتی روی مادرزن رو کم نکنم عقب نشینی نمونم. سر هر شغلی هم که ما رفتم در یک ماه نکشیده او کارو ول میکردم. خواسته های مادرزنم از من و خانواده من روز به روز بیشتر میشد. دیگه کم کم حتی احساس میکردم دارم از شقایقم دل سرد میشم. تا اینکه بالاخره تونستم با یکی از دوستای خود یک شرکتی بزنیم در کار ساخت و ساز و بساز بفروش. هرچند به خاطر سرمایه‌شم کلی قرض گرفته بودم از اینور اونور، ولی شقایق ارزشی رو داشت و ما حاضر بودم به خاطرش هر کاری رو بکنم. هنوز چند ماهی از کارمون نگذشته بود. یه روزی که سر ساختمون بودم گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. با دیدن شماره علی یکی از بهترین دوستای خود با اولین بوقی که خورد جواب دادم. گفتم جانم داداش. گفت سلام داداش کجایی؟ گفتم سر ساختمون. چیزی شده؟ گفت زن من رفته بود خانه بابای خوینا در یک شهر دیگه. ما هم خانه رو کرایه دادم در یک نفر. الانم زن من زنگ زده که ما دارم میام خانه. ما دارم مرم دنبالش که سرگرمش کنم. تو رو خدا تو برو خانه رو از اونا تحویل بگیر و برو چک کن که همه چی سر جایشی باشه. داشی گفتم این دیگه چه کاری بود که تو کردی؟ مگه عقل نداری تو؟ گفت داداش خودم میدنم خیلی اشتباه کردم. تو دیگه نمک روی زخم نپاش. با عصبانیت آهی کشیدم و گوشی رو قطع کردم. در شریکم گفتم که اوضاع بده و باید برم. کلید را زیر یک سنگ در بغل یک درخت قایم کرده بود. همین که داشتم کلید برمی داشتم با صدای باز شدن در خانه علینا سری پشت درخت قایم شدم. اول یک پسری آمد بیرون که از سر و وضعش فهمیدم اصلا پسر سالمی نیسته. و از پشتشم یک زن بیرون آمد که با دیدنشی دنیا روی سرم خراب شد. باور من نمیشد. چند دفعه چشمای خود باز و بسته کردم. اصلا باور من نمیشد او زن مادر زن بود. او در این چی کار میکرد؟ از دنبال اونا با ماشین رفتم. چیزی که داشتم میدیدم را باور نمیکردم. باور من نمیشد که مادر زن من با اون همه پول و با اون همه ادعا اینجور آدمی باشه. همش با خود گفتم یعنی اینجی چی کار میکرده؟ حال من خیلی بد شده بود. از اونجی برگشتم و در خانه علینا رفتم. با دقت همه خانه‌اش رو چک کردم و دش خبر دادم. فکر من حسابی درگیر شده بود. شماره او پسره را از علی گرفتم و باهاش قرار گذاشتم. وقتی دیدمش یقه لباسش رو گرفتم و گفتم هیچ علاقه ای ندارم که با یک بچه مثل تو بخوام دهن به دهن شم. ولی این سوالی که ازت میپرسم درست و حسابی جواب بده. او زنی که دیروز کنار تو بود او رو از کجا میشناسی؟ او پسرم گفت تو چی کارشی؟ ما هم گفتم فکر کن که همه کارشیم. او هم گفت اگه همه کارشی برو یکم نصیحتش کن. گفتم منظورت چیه؟ او پسرم گفت این زن آدم خیلی بدیه. با هر کی که دوست موشه مخفیانه ازش فیلم میگیره و بعدن تهدیدش مونه که اگه این مقدار پول دم ندی این فیلم تو رو پخش مونم. از این طریق از مردم پول خیلی زیادی میگیره. با شنیدن این حرفا دنیا سرم تیره و تار شد. دستای خود را از یقه‌اش برداشتم و در فکر فرو رفتم. خیلی شوکه شده بودم. در شقایق زنگ زدم و باهاش قرار گذاشتم. میخواستم دهش بگم ولی اصلا نمیخواستم که حالش بد بشه. شقایق بیچاره تازه به خاطری که ما یه شغل خوب پیدا کرده بودم خیلی خوشحال بود و اصلا دل من نمیخواست که این خوشحالیشی را ازش بگیرم. از طرف دیگه هم خیلی میترسیدم که نکنه شقایقم یک روز شبیه مامان خوب بشه و به خاطر پول هر کاری بکنه. توی دوراهی بد گیر کرده بودم
و هرچی فکر کردم فقط از این نتیجه رسیدم که فیلم دوستی مادر زن خوره بریزم توی گوشی خو و با او فیلما بترسونمش که دست از سر ما برداره. همون روز با شقایق حسابی وقت گذروندم و با همدیگه کلی در مورد عروسی حرف زدیم و بعدشم با نشون دادن او فیلما در مادر زن خو حسابی ترسوندمش. هرچی هم که دل مخواست بهش گفتم و داشی گفتم اگه یه بار دیگه دم بی احترامی کنه یا پول خوره بزنه توی سر از من میزنم به سیم آخر. مادر زن من با دیدن او فیلم خیلی عصبانی شد. اولش که کلا منکر شد ولی وقتی دید حق با از مایه بالاخره دست از سرمو برداشت. ما و شقایقم تونستیم زندگی خوره با کمک همدیگه درست کنیم و زندگی خوب و خوشی با هم داشته باشیم. خیلی تشکر دوستای عزیز که تا آخر این داستان همراه ما بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو روشن کنین تا از ویدیوها در اولین فرصت با خبر شین.